همین جهان پایه اقتصادیش این انرژی الکتریکی می باشد. پیشنهادها بودند در خصوص آنی که بیایید استحصال آلومینی را در فصلهای گرما زیادتر کنیم و در فصلهای تیرما و زمستان کم کنیم، با نیتی که میبخشید خلقی نه سیخ سوزد نه کباب، چراغ نداشته باشد، باید در صنف 4 و 5 دانا می شود. در این 50 سال نزدیک خمالش من کم میگم، در این 48 سال نزدیک تاجیکستان به نیروگاه برقی آبی به این انرژی نمیماند. به آب نمیماند. 6 سال 7 سال پیش این کار را سر کردن، لیکن تطبیق نیافت. از ما سوال به وجود میاد، برق تاجیک در همین جا، برای چی؟ خودی همین سوال همین سوال رو ما دادیم، برای چی؟ نه خود منم همین سوال که برق تاجیک برای چی؟ برق تاجیک برای چی؟ 15% دزدی بوده است. یعنی با نام زیبا коммерческий потери. салом ба шумо, ба дӯстдорони подкастҳои Академияи Три медведя. Бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва ҳамзамон дӯсти мо коршинос Азиз Тимуров. подкасти имрӯзаи мо бо дастгирии бунёди Фридрих Науман ва Институти ҷамъияти кушодаи бунёди Мадад дар Тоҷикистон омода шудааст. мавзӯи имрӯзаи мо соҳаи энергетика дар Тоҷикистон имрӯз ва дар оянда. коршиноси мо Давлатшоев Доробшо, номзади илмҳои техникӣ, доцент, муаллими кафедраи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ. салом алейкум устод, хайрамақдам мегӯем шуморо ба подкасти имрӯзаи мо ва бениҳоят хушҳол ҳастем ки шумо имрӯз бо мо суҳбат мекунед. дар соҳаи энергетикаи ҳозираи Тоҷикистон чӣ мушкилоте вуҷуд дорад? биёед дар аввал самтҳои асосиро муайян намоем ва аз камбудиҳои соҳаи энергетика суҳбат дошта бошем. вазъи ҳозираи энергетикии ҷумҳурӣ чӣ гуна аст? дар муддати кӯтоҳ ва дарозмуддат кадом ҳадафҳоро яъне ки амалӣ намуд? در نوبت اول بخصوص در فصل زمستان از روی اخبار عموم به ما معلوم است که ضروریت صرفه‌کارانه استفاده بردن انرژی الکتریکی عمومی جمهوری است. بخصوص بود چنانه که بگوییم که ما میدانیم این سال خیلی کما بود و عموما 95% انرژی الکتریکی در تاجیکستان از جانب نیروگاه برق آبی استحصال می شوند. مادامی که آب کم بود پس این مشکلی را به وجود می آورد. این یکی از اساس هاش. و باز بگوییم که اهالی سال به سال فهماست که زیاد می شود و معلوم است که مقدار کارخانه ها همچنان دیگر زیاد می شود و کوشش بسیار حکومتداران به خرج می دهند که مقدار بسیار کارگران را فرا بگیرند. مادامی که فرا گرفتن بسیارتر شد یعنی ضرورت به انرژی الکتریکی زیاد می شود. اما ما از سال 90 تا به سالهای 2017-18 دیده ایم که نه زیاد از 16-18-17-2 میلیارد کیلووات ساعت در سال استحصال می شود و من در سال 2018-19 به 20 میلیارد کیلووات ساعت رسیدیم در استحصال با یک جایگی استحصال سنگتوده یکی که بر روس‌ها اساساً تعلق دارد 14% از ما تاجیکان و با یاری سنگتوده دو که به ایرانیان تعلق دارد لیکن در وطن ما است. یعنی اگر که این استحصالی که بگیم که سالانه به 20 میلیارد کیلووات ساعت رساندیم استحصال سنگتوده یک و سنگتوده دو را ترک کنیم باز میفرویم با 16.8 میلیارد کیلووات ساعت، همون 16.8 میلیارد کیلووات ساعتی که در سال 90 بود. اهالی باشد سال به سال زیاد شده ایستاده است لیکن استحصال باشد گوییم در جایش ایستادگی و در سال بگوییم 17-18 استحصال انرژی به هر سر اهالی به 1.6 مراتب فرآمد. اما همچنان دیگر ما باید بگوییم که از برای بحران اقتصادی استحصال آلومینی اگر تا سال 2015 همین زواد آلومینی ما از 14 میلیارد کیلووات ساعت تازه 17 میلیارد عمومی 3 میلیارد تلفات 14 تازه از 14 تازه 7.2 میلیارد را یعنی زیادت 51% را زواد آلومینی تاجیکستان صرف میکرد.
یعنی برای تمام جمهوری و اهالی و همه خواجگی وی باشد 49 فایز دیگر می رسید و تنقیصی های زمستانی وجود داشت. چون به سالهای بگیم که 15 نسبت به سال 2008 ببخشید بوران اقتصادی الومینی و پخته در سال 2008 به وجود آمد و از سال 2008 به 2005 صرف انرژی الکتریکی در زواد الومینی به 4.6 میلیارد فرو آمد. انا یکی از سبب‌های آن که از سال 15 از ما در فصل زمستان تامینات مردم با انرژی الکتریکی به جا آورده شد. یعنی یگان توانایی نوی به وجود نآمد و غیر آنه که سنگتوده یکی که صاحبش روسا و سنگتوده دویی که یعنی همزبانای ایرانی ما هستند. من همین است و باز بگوییم که در این 20 میلیاردی که گفتیم در سال 18 استحصال است قریب 4 میلیاردش این سنگتوده 1 و 2 تر میکنی باز میبره 16 و 7 میلیارد کیلووات ساعت. استاد میبخشید یک اگر ساده‌تر فهمونم اون برقی که ما استفاده بردیم در سالهای پیشتر این نبسته که مثال زیادتر استحصال کرد همون نیروی برقی بلکه به کار نامد اون برقی که به زود الومینی لازم بود. همین خیلی میتونم فهمیدم. اگر که گویم به حساب میانه 17 میلیارد اگر گویم که در سال 2008 17 میلیارد 2009 2010 2015 همون 17 میلیارد که گویم استحصال، لیکن اگر که در سال 2008 از همین 14 میلیارد تازه زواد الومینی 51% را میخورد 49 دیگر میماند به باقی مانده جمهوری. بعدتر باشد از سال 2008 و 2015 صرف انرژی برای استحصال الومینی 4.6 میلیارد کیلووات ساعت فرو آمد. یعنی بله کمتر شد. یعنی استحصال الومینی خیلی فرو آمد. انا اکنون اگر آن را به فصل تیرما و زمستان تقسیم کنیم 2.3 میلیارد پیدا شد برای فصل تیرما و زمستان. انا از حساب من همین باشد یعنی مشکلی مکتب بچگان، مشکلی دهات جایها، مشکلی خانها خیلی پایان فرو آمد. اگر دیگه خیلی فهمانه اگر این بحران نمیشد مثال و ساحه همچینی متالورژی رنگه خیلی خوب کار میکرد ما تا حالا بله ما نمیبرامد ما از آن مشکلی تامینات بخصوص در فصل زمستان نمیبرامدیم و میدونیم که از داخل جمهوری ما داخل جمهوری پیشنهادها بودن در خصوص آنه که بیایید استحصال الومینی را در فصلهای گرما زیادتر کنیم و در فصلهای تیرما و زمستان کم کنیم با نیتی که میبخشید خلقی نه سیخ سوزد نه کباب، اما آن تا بحران اقتصادی جهانی نشد آن عملی نگشت. مشکلات تکنیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اکولوژی حوزه انرژتیک موثری تو کدوم هستند؟ یکی از آنهاش همه ما میدانیم که موجود بودن یا داشتن مبلغ پول، یعنی که مبلغی که برای بگویم من در نوبت اول خیلی خوب است که راهون ما با کار درآمد با 2 اگریگاتش با توربینه های با چرخ های ابتدایی خود چوبکی این سربند را بلند برداشتن در کار است و بگیم این خیلی وقت میطلبد، کمش 8-10 سال دیگر میطلبد که و به بلندی 335 رسد. انا وابسته از همین همگی اولی همین خیلی خوب است که راهون کار کرده بسیار دیگر 200 میگاوات، لیکن 200 میگاوات وای دودگی این نارک ما باشد توانایی او اصلا که گویم 2700 بود، یگان بار 3000 نبوده است گرچه 3000 میگویند همون حالا ای 2200 زیادتر نمیدید. یعنی از خود نارک کمچینی 500 میگاوات و 200 میگاوات راهون ما 200 هم میپوشاند 300 دیگرش کجا؟ همین خیلی دیگر کهنه شدگی سنگتوده 1، همین خیلی دیگر بایغازی، همین خیلی دیگر مرکزی، همین خیلی دیگر سربند و دیگرها. یعنی مشکلی توانایی مشکلی داریم و حاضر چنانه که میدانید از حساب پولهای جدا کردگی شرکت‌های گوناگون تاجیکستان در کوشش یعنی
تجدیدی یعنی обновление تجدیدی اگریگات های بخصوص نارک، سنگتوده یک، قیراخون همینا می باشد. یعنی که با تامینات نیاز دارند. حتما به تامینات نیاز دارد. چرا؟ به تامینات نیاز دارد با آن مقصدی که کارخانه‌های نو کشیدن در کار. یعنی یکی از مقصدهای سیاسی حکومت و دولت ما در امان است که یکی از پونکتاش پونکت سوم و چهارم این همین انرژتیک می باشد. چون که همه ما میدانیم که همین جهان پایه اقتصادیش این انرژی الکتریکی می باشد. این زباد فرق ندارد که ژاپنی است، امریکایی است یا تاجیکی است. نیاز به انرژی دارد. نیاز به انرژی الکتریکی و بخصوص از آن ما تاجیکان نیاز به انرژی الکتریکی و در نوبت اول آنی که بگیم طبیعت به ما عطا کرده است و انرژی گیدر انرژتیکی. یعنی اون سخنهای زیبا درباره استفاده یعنی منبعهای غیر عنعنوی خیلی خوب است. اما آواز دهول شنیدن از دور خوش است، چنانکه که تاجیکان میگویند. این دیگر گپ است که به یگان دولت افریقایی خب بگوییم که به ناحیه مرغاب ما، اما به دوشنبه ما، به ایسار ما، به کولاب ما، به قرغان تپه ما میبخشید اونجا توانایی میگاوات ها در کار، کیلوات ها نه. خدا با شکر که کیلوات ها داریم، ما به میگاوات ها در کار که یعنی همین فرزند تاجیک همین مکتب بچهش میداند که او زمستان هم در کدام ساعتی نباشد میخواهد درسش هم میخواند، میخواهد روشن باشد، میخواهد خانهش گرمتر باشد. همین است. چوبا من باز گفتم که همین کودک، چوبا که فردای ما همون کودک است. همون کودک بله. چوبا که وای خیلی بخصوص من برادر خدی گفتم که صنف 1 و 2 و 3 مادامی که وای همین خلقی میگن سویت نداشته باشد، چراغ نداشته باشد، وای در صنف 4 و 5 دانا میشود انا این ما خوشبین میدونیم. تشکر زیاد استاد و گفتنی هستیم بله باید برق باشد در چطوری که مثال وردید کلوب و قرغان تپه غیر از گرمی و چراغ باز فابریکا و زاودها و цех‌های دیگر که فعالیت کاری خود را دارند این هم نیز یک کاری مهم است. استاد شما گفتید که اگر برگردیم به موضوع اساسی چیز تکنیکی از جهت تکنیکی اکثریت مثال اگریگات ها فرسوده شدگی هستند و نیاز دارن به تعمیر. البته پول زیاد لازم است. با کدام در ساحه انرژتیکا یا خصوص در ساحه گیدروانرژتیکا دیگر اسپکت ها وجود دارند که مثل اکولوژی اگر گویم یا اقتصادی چی میتونه گفتن در مورد این؟ شاید که نسبت به گیدروانرژتیکا تازه ترین منبع استحصال انرژی الکتریکی آن واسطه هایی که ناوابسته انرژی روشنی آفتاب را به الکتریک میگذرانند. یعنی دود ندارد. یعنی یگان زمین های کارم و ناکارم را بگوییم بند نمی کند و بگوییم که به فضای هوای گرد و پیش تأثیری بگوییم که منفی و مثبت اساساً شاید که فایزهای خود رساند. اگرچند که آبانبار نارک و یک سببی که در همونجا باز مقدار زمین جنبی ها زیادتر شدن لیکن با امپلیتوده کمتر و با مقدار بسیارتر و نمناکی گرد و پیش زیادتر شد. اکنون کجای این مثبت تاثیر دارد کجای منفی. اما به حاضر در مقایسه با نیروگاه‌های از آن روس‌ها بگوییم که 13% انرژی الکتریکی اش 13 تا 15 نه زیاد نیروگاه‌های برقی آبی میدهند از روس‌ها، دیگرش همه از حساب انگشت و گاز میدهند و نسبت آنها تاجیک‌ها تازه ترین منبع انرژی الکتریکی دارند. نیروگاه برقی آبی. من با شما راضی هستم استاد، لیکن یک جا هست دلیل یا ضد همین اون چیزی که گفتید. ما پیشتر یک پادکست داشتیم با متخصص اوید به تغییرات اقلیم و همین سوال رو دادیم به اون کس. ما همه میدونن که یا اکثریت آدم فکر میکنن میدونن که هست یک چیزی که نام دارد تغییرات اقلیم، گرمشدن هوا و غیره، وابسته از مثال فاکتورهای آنتروپوژنی اگر گوییم، یعنی گرم شده سوده است. و منبع اساسی مثال گیدر انرژتیکا این پریخ‌های در تاجیکستان است که خیلی بوی هستند حالا. لیکن اگر گویم در دورنما در آینده بینیم که اگر همین
баландшавии ҳарорати ҳаво баланд шавад, ин имконият медиҳад ки яъне биряхҳо зудтар метавонанд тезтар об шаванд ва як мумкин баъди чанд вақт, мумкин баъди 20 сол 50 сол тамоман нест шаванд, яъне об шаванд ва дар ин ҳолат ягон мисол ҳамчун як нерӯи барқи обӣ, ҳамчун як мошини калон аст ки кор мекунад бо як сӯзишворӣ. Мисол ҳамчун мошин як бе бензин метавонад монда. Нест хатаре ки мисол баъди 50 сол агар дар ҳамин аср 2021 Тоҷикистон тамоман бе об монад ва با کدوم پرابلم میتونه ام خیلی خطر هست. تخمین خودم را میگم. البته در این 50 سال نزدیک خمالش من کم میگم، در این 48 سال نزدیک تاجیکستان به نیروگاه برقی آبی به این انرژی نمیماند، به آب نمیماند. دوم این که آن نیروگاه‌های برقی آبی ما شاید که اگر که به گرمی همین جمهوری ما تاثیر کنند، من همچون انجینیر از نام خود میگویم که شاید که 0.1% به نسبت گردگشت عمومی زمین در گرد آفتاب و به نسبت چنین ابرقدرت‌ها خطای 1.5 میلیارده، روسیه 143 میلیونه، امریکای 340 میلیونه، حتی برزیل و آرژانتین و اروپا و دیگرها که آنها بگوییم که یک خود گرمانیا استحصال انرژی الکتریکی به سر هر یک اهالی به نسبت تاجیکستان 10 مراتب زیاد. فرانسه، انگلیا، گرمانیا، یعنی انا تاثیر، انا فابریکه، انا زواد، انا یعنی این نیروگاه‌های ما با تمامی همین 4 اگریگات حرارتی تیت 2 گفتیم که ممکن که به گرمی همین دوشنبه ما و شما شاید که 0.1% تاثیر کند در طول سال. 0.1%. نه مثال یعنی شما باور دارد که در مثال 50 سالی که ما در پیش هست یگان خطر نیست که مثال آب انبارها کم شوند یا تماما نه پیریخون نابود شوند؟ نه، این باید ببینید ما شما خبر داریم که از روی واسطه های اخبار بخصوص ما خیلی پیوستن با واسطه های اخبار روسی که این واسطه های اخبار روسی پیوستگی با اروپا دارد و با امریکایی ها. یعنی چنین عقیده نیز هست که یعنی جانبدارای هستند که بخصوص میتیزانند همین سخن را که ای 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 هوا گرم شده ایستاده. بله. جانبدارای دیگری که برعکس. بله. یعنی که هر کدام منفیت خود را میجوید، منفیت اقتصادی خود را. در این بابت باشد یک چیز دیگر رو گفتن لازم است که در حقیقت نفرانی زیاد میگفتن که اقلیم دیگرگون شده است و پیشگویی میکردن و مدتی چندین سال این گرمی که بود در تاجیکستان امسال زمستان سردتر شد. هیچی گفتن ما نمیتونیم، یعنی که پگو چی گپ است و بعد از 10 سال چی گپ است. نصیب کرده باشد که خوب باشد. این سال از همه کم آبترین بود. همین سال 20. سببش چی بود؟ سببش این یعنی من گویم که سببش چی است؟ آخر خود همین اقلیم من میبینید در دست شما دست ما همی است که سال نیست که همین صرف میانه آب من خیلی که تغییر نیابد. بله. حتی در همین دریای وخش ما، همین وخشی که نورباری میکنه که قسم اساسی تاجیکستانه، همین به حساب میانه در طول من 40-50 سال همین یعنی صرف میانه آبی همین وخش از 13 میلیارد متر کوبی به حساب میانه تا 28 میلیارد متر کوبی تغییر مییابد. زیاده از 2 مراتب تغییریابیش. یعنی سال بوده است که 16 میلیارد متر کوبی، سال بوده است که 28 میلیارد. یعنی این پایانش این بالاش. جمهوری همسایه ازبکستان نیت دارد در آینده نخستین نیروی اتمی سازد، چون که آنها البته از گاز و نفت باید بسیارتر از گاز، لیکن البته وای میکنن دورنما رو نگاه میکنن در آینده چی گپ میشد و کوشش میکنن که از جهت مثال به خطر برقی، به خطر انرژتیکی تامین باشن. کی میدونه چی میشه؟ ممکن که تمام شد سال 5 گاز یا نفت.
چی فکر دارد آیا این تاثیر مثال از جهت اکولوژی اقتصادی و سیاسی من اگر یک تصور کنید که در کشور همسایه خیلی دور هم نیست چیزی اتمی است که ما در یاد هستیم مثال اوید به فوکوشیما یا چرنوبل و چی فکر میکند که اگر همچون هیپوتتیکی همچون نظریه‌ای که آیا میتونن در تاجیکستان در مثال آینده نیروهای اتمی خود رو رشد میکنند؟ من بر این سوال شما چنین جواب میدیم قبلا آنی که گفتم در این 40 سال نزدیک از تاجیک ضرورت به آیس به وجود نمی آید. چرا؟ برای آنی که آبش است. یعنی لازم نیست. نه در این لازم که ما آب داریم. در این 40-50 سال نزدیک تاجیکستان در تاجیکستان ضرورت به این اما بعد 30 سال شاید متخصصان در فکر آن می شوند وابسته از جریان آب در وخش در پنج شاید در فکر آن می شوند که آیا ضرورت نیست که آهست بسازیم. پیدا می شود. اما من میگویم که در این 40-50 سال ضرورت به وجود نمی آید یعنی ضرورت ساختنش از جهت مثال یگان فلاکت یا فوجیه خطر به ما خیلی نزدیک هستیم. شمایان و ماهان میدانیم که بخصوص روس‌ها تجربه بلندی همین ناسازی های استانسیون های اتمی را دارند. من دین پریروز بود درباره ورانش بودگی که پوشیده هستند که نشود اون سالهای شوروی درباره ای که در اوکراین من حادثه چرنوبل شد درباره ای که من این همسایه های شرقی فوکوشیما این حادثه شد و شما میدونید که بسیاری ها از آن جمله به پخش امریکا نگاه نکرده ونگرها همون دوام دادن که اتم استانس روس ها باید سازن ونگرها روس‌ها سازن متخصصان رسیگی و یکی از سرورهاش یک وقتا سابق رئیس سویت وزیران هم بود نیوساکا راست اندکاکل سویت و دیده مزگویت همون حال سروری همون ساختمان آیس ها می باشد یعنی در همین جا تجربه کلان دارن اون طرف اگر با خطر هست تاجیکستان با حتی هیپوتتیکی هم نظروی آخر درباره خطر که گویه خطر همیشه وجود دارد همیشه وجود انا یک سمالیات میبراید و همه بیاد یکی میبرد میافتد بالای سر دولت شایر یعنی تنه سمالیات شکاف میشود. استاد درباره متخصصان که ما گپ زدیم من یک سوال دیگر داشتم عموما در ساحه انرژتیک تاجیکستان متخصصانی خوب سرکار دارند امروز در ساحه انرژتیک شاید که یکی از برادرای ما را پرسید که در ساحه انرژتیک و یک سوال بگیم که روندی که در برق تاجیک اگر گوییم که در ساحه انرژتیک تاجیکان آیا متخصصان دارن البته میگویم که این دانشگاه از سال 61 انرژتیک های تربیه کرده یعنی به وایه میرساند از سال 61 60 که گویم 2020 شد زیاده از 60 سال آیا وجود دارند؟ بله وجود دارند. اما اکنون میبخشد از اون سوال شما که آیا در برق تاجیک متخصصان ورزیده انرژتیک موجود هستند؟ این خیلی هم هست. انا درباره برق تاجیکی گپ زدید چرا مشکلی برق تاجیک حل خود را نمی‌یابد؟ به فکر من همین شرکت خالدینگی که موافق عقیده من نسبت ضروریت خودش همین مساحت و حجم و کیلووات خودمان را نشان داده خیلی گرانتر خدمتچی ها دارد خیلی گرانتر تخمینا میگویم که همون مقدار آدمای در روی کار میکردگی را 2.5 مراتب هم کم کنی همون هم بسنده نیست. اکنون آن مسئله هایی که در پیش آمدند و از حساب پول های مبلغ های تشکیلات های بین خلقی داده شدند و خصوص برای به طرز بگوییم که مسافوی دیستانسیون اتوماتی به حساب گرفتن صرف انرژی الکتریکی علاقه 4 سال چهارم است که در خوجند ما تطبیق شده است. اما در دوشنبه ما که این باید نشان دهنده برای ما باشد یعنی برای ما نشان دهنده پیشروی البته خیلی خوب است که خوجند خاروق باشند همچنان
اما در نوبت اول و همین مساحت‌های ما برای من که دوشنبه من نشان دهنده پیشروی باشد. 6 سال 7 سال پیش این کار را سر کردن لیکن تطبیق نیافت. از ما سوال به وجود میاد برخی تاجیک در همین جا برای چی؟ خود همین سوال همین سوال رو ما دادیم برای چی؟ نه آخر منم همین سوال که برخی تاجیک برای چی؟ برخی تاجیک برای چی؟ وقتی که همون اتوماتی به نظر گرفتن صرف انرژی در خانه همین آدم باشد آنگاه من تلفات غیر استعمالی را معین کردم میتوانم که بگم که من از همین نقطه 100 کیلووات رفت من دیده ایستادم که 89 همین خانه ها با زباد و فابریکه و آشخانه با تقسیم شد 11 تلفات یکی 11 مثلا 11% رو معین کردم ممکن است نه از حسابی که من از چوچکای اینا دیدم که 8 جمع کردم من این رستوران این خانه این مکتب این صادق این فابریکه این زباد جمع کردم که همون 100 کیلووات 89 قنه 90 همینا استفاده بردن پس دیگرش در خط در ترانسفورماتور حساب کردم که درست بوده است 30% تلفات انرژی الکتریکی در تاجیکستان و وقتی که انرژی‌ندزار و برخ تاجیک مسئله را دادن که یک انستیتوت تاشکندی در سال 2003 2002-2003 حساب کرد که 15%ش دزدی بوده است. یعنی با نام زیبا کامرچیسکی پاتری 15 در خطها بله در خطها در ترانسفورماتور 15 دیگر کسی میگوید که این 15 چی است؟ از یابانی 8%، از امریکایی 8%، از روس 11%، از تاجیک 15%. انرژی پاتری کامرچیسکی پاتری. مثال تاجیکستان پورا نمیتونه خود رو تامین کرده با قوه برق لیکن میبینه که مثال تصور کنیم ما در دروازه است کلای خون اینجا تاریک‌تر و رو از اون طرفی 5 دههای افغان روشنی است. ما میفهمیم که از کجا این قوه برق است از تاجیکستان. و مثال اکثریت مردم میگن که چرا این خیلی خوب است از جهت مثال اخلاقی اقتصادی و غیره که خود مردم تاجیک ندارد و عذاب میکشد در خنکی یا در بچه ها نمیتونه خوندن چون که برق نیست لیکن خلق برادر افغانستان دارد برق. ما میفهمیم که این چیز اقتصادی ما میفروشیم و این خیلی خوب است برای اقتصادیات لیکن میخوایم فکر شما بفهمیم مثلا ازای شما چگونه است. بله بگویم که فکری عامیانه شاید که البته که بسیاری وقتا فکری عامیانه ممکن که با حقیقت هم جور می آید اما اینجا سخن درباره آن است که شرطنامه های دولتی بین همسایه ما و از نقطه نظر دیگر گوییم که از اون طرف هم همون تاجیکا همون بگویم که ملت های ما حتی تا به درجه‌ای که در بدخشان خیش و تباری ما فهمیدید یعنی این طرف اون طرف دارم. خب و باز این آن دولتی است که درازترین سرحد خطی همین قریب 1300 میلیون قدر کیلومتر خطی افغانستان داریم کیلومتر داریم. بغیر همین ما باز شاید که بگیم که فکر خود را میگوییم که دادن این روشنایی برای آنها هم موافق شرطنامه همچنان دیگر بگیم که یک شاخه تامینی به خطری ما در این طرف گرچند که روشنایی نباشدم به خطری ما یعنی هنگامی که آنجا روشنتر باشد هنگامی که اونجا همون طلبه اونم دانش آورتر که باشد و آنگاه به طالبان و عکس طالبان و اونها امکانیتی تأثیری کمتر خواهد شد و بگوییم که تینجی و امانی جمهوری بلندتر خواهد شد که این مثال پوشیده است. یعنی نه تنها این سوالهای اقتصادی است فروش و گرفتن بلکه چیزی به خطر سیاست اقتصاد به خود جلب نمودن یعنی میگه برتری تاجیکا برتری او تاجیکا من هم تاجیکم
پس اندگی کردن در کار. انا برای همینم حاضر در همین اینستیتوت ما 10-15 تا از بدخشان افغانستان انرژتیکا تیار کرده استان از حساب پامیر انرژی. چوبا تا آنی که آنها رفته در همونجا همین تاجیکا یاد گرفته رفته همونجا تطبیق همین کنن که پیوسته باشن از جهتی بگم چنانه که بگم که خان من منتدارم برای مسکوسکی انرژتیک اینستیتوت که در وقتش انا مرا خواندن. اما خیلی دیگر اونو میشن منتدار اینستیتوت پلیتکنیک تاجیکستان. فهم. استاد که تاجیکستان از بحرانی نورسایی انرژتیک میبره؟ بگیم که از شرایط ها و شرط های بسیار وابسته است. امید نزدیکی ما یافتنی مبلغی بگیم که ضروری تا که ضروریتی راغون را پوشیده تواند تا که پیدا شود اگریگات سیوم و چهارم که نیستند تا هانی که سیوم و چهارم و تا به بلندتر شدن همین سربند تا که ما توانیم گذاریم اگریگات سیوم و چهارم مانا که با توربینه های اولش هم که باشد آنگاه به کمی 200 400 مگاوات میداد. من اما کی مبلغ گذارش می شود به این روز؟ انا باز میبیاییم همون گپ. سوال خیلی کلان. بله سوال خیلی کلان. باز پول. یعنی پول لازم است که همان مثال اکثریت مشکلات در ساحه انرژی رو برطرف کنیم و حل کنیم. اکثریت مثال اگر گویم بانک های رشد مثال جهانی مثال بانک جهانی یا دیگر اینستیتوت های رشد اگر گویم توصیه می‌کنم به حکومت تاجیکستان از بلند برداشتن نرخ برق را چون که خیلی کم است از نگاه آنها و برای زیاد کردن جمع کردن بسیارتر مبلغ برای مثال برای تعمیر خودی و سیستم انرژی و غیره چی از دیگه طرف این هم یک چیزی نازک است چون که اهالی ناقدر و دارا است اگر گویم کم بزیاد هم هست و نرخ پول مثال برق خیلی یک موضوع اساسی است اگر گویم در مثال سامانه اجتماعی و بغیر مثال نرخ‌هایی که در اوضاع است. دویم جا با فکرم هست و چی فکر دارید؟ آیا این سیاست خوب است در آینده برداشتن مبلغی یا پولی برق؟ این کمتر یک چیز بحث طلب است یا یعنی که منظور عزیز اون است که یعنی که بانک جهانی توصیه می‌دهد که نرخ برق در تاجیکستان بلند شود زیاد شود سببی که معاش درآمد و منبع درآمد مردم یعنی که مردم تاجیکستان کمتر است. نه من میگم که از یک طرف لازم است پول برای که مثال تعمیر کردن سیستم برقی که پول لازم است. یکی از شما گفتن که سبب پرابلم یکمی این پول است، کم بودن پول و یکی از منبع جمع کردن این پول از اهالی است همه وقت. آیا شما فکر میکنید این مثال راه حل مسئله می باشد زیادتر ستوندن پول برای که تعمیر کردن یا ریکنسترکسیون کردن مثال سیمای برقی، لب ها و دیگر چیزا؟ از این یک طرف پرابلم دیگر که آیا چی میگوید خود خلق مردم که میگوید که ما خودمون پول کم داریم؟ یک دیلما است. بله ما میدونیم که نرخ انرژی الکتریکی ما از نرخ انرژی الکتریکی ازبکستان، مولداوی، ارمنستان پایانتر است و بالاتر نیست. ارزان است. بله نسبت مولداویا نرخ ما به کمی 3 بار پایان اگر 4 بار نباشد. همزیلی نسبت ارمنیا. یعنی در تصورات ما تاجیکان همین که آب دیه چنانه که خواهر و مادرای ما همان به همین کلمه های روسی در کوخنیه همین آب از سر داده تلویزیون تماشا کردن میگیرن آب رفته ایستاده است. انا کن تصور کنید که شما در الجزایر در بیابون انا همین آب من این شد تصورات میانه تاجیکی شهریش ما
اکنون شاید من انرژتیک باشم، البته که بگویم که شاید همین بیان عقیده برای من آسان تر است، شاید که امکانیت وسیع تر دارم. همه مقایسوی گفته ایستاده هستم که نرخ انرژی الکتریکی ما چنانی که گفتیم پایان است، پست است، نسبت گفتیم جمهوری های دیگر گیریم، جمهوری های دیگر، یعنی که همین خیل و راه دیگری نیست و آنی که ما راهون را توانستیم ای حساب نرخ برخی انرژی نه، ای حساب مبلغ گذاری انستیتوت های بین الخلقی پولدار که ما حاضر نزد ویا قرضدار هستیم، قرضدار هستیم و بعد اکنون که دو اگریگات ما به کار درآمد، اکنون اونا موافق همون وقت که خب بچه ها اکن پول بیارید، نه یعنی مشکلی ما ما بسیار درباره چیزی گفتم که نه وقت خوب است، پرابلم بسیار است. لیکن بیایم میخوام که من و مثلا شنوندگان ما میخوام که یک کمی فخر کنیم. آیا شما میتونید با ما گوید که در سال استقلالیت اگر گویم در 30 سال استقلالیت در سال 30 سال اخیر اگر گویم از همین تا سال 90 چی پروگرس و چی رشد یافت که ما میتونیم در ساحه انرژتیک البته که ما میتونیم فخر کنیم تاجیکستان این رو کرد. بگم به این سوال شما گفتم میتونم که حکومتداران تاجیکستان در یک جایگی برای پیشرفت انرژتیکی تاجیکستان با شرکت‌های رسیدگی که با بگیم که سرور آن وقت یک شخص معروف چوبایس بودند و یعنی شرطنامه در خصوص ساختن سنگتوده 1 و سنگتوده 1 که دارای توانایی 670 مگاوات می باشد در همین زمان ساخته شد. از بعد او باز در همین دریای وحش سنگتوده 2 چنانکه شما میدونید در اول آمدن این برادرای روسا خواستند اینگی سوداگری ساختن که درجه شون بلند کنن که همزبانای ایرانی ما گفتن که ما میکنیم. این گفتگو کنده شد، گفتگو کنده به شرف ایرانی ها روس ها تا اندک پایان فرامدن. همین روس‌هایی که دین برادر بودن اکنون ما دولت‌های گوناگون این برادری که پر پلو برفت. باز من تکرارا میگویم که با شرفی که ایرانی‌ها ایستادن و گفتن ما پس میکنیم. انا انیق یعنی رقابت نه، یعنی رقابت تاگی که اینا خاموش بودن. و برای همین من سنگتوده 200 مگاوات اینش هم در زمان استقلالیت ساخته شد و باز ما باید بگوییم که یعنی حیات مجبور کن کرد که یعنی ما با کمی 33% اهالی در ولایت سوخت، یعنی ما پیوستگی انرژتیکی بگوییم که وسیع به معنایی که خط 35 کیلوولت وسیع بودن نمیتواند. انا توانستیم در سال 2009 خط 500 کیلوولت را رسانیم تا به غانچی، یعنی همون خطی که نارک ریگر دوشنبه غانچی انا 263 کیلومتر، یعنی جنوب تاجیکستان با شمال تاجیکستان با راهی وسیع شرطن اگر گوییم با راهی وسیع انرژتیکی 500 کیلوولت پیوست شد. چوبکی تا آن وقت اکن افسوس که مناسبت‌های با همسایه نزدیکترین ما آنقدر خوب نبود و خیلی خوب است که در این 4 سال اخیر مناسبت‌های ما خیلی هم پیشرفته شدند و از این جمله برقرار شد آن خط 500 کیلوولتی بین ریگر و ازبکستان که در سال 2001 از اون طرف خاموش کرده شده بود. ال 507 گفتنی خط 500 کیلوولت. تشکر زیاد استاد برای معلوماتی بیشتر، برای اومدنتون، برای تشریف آوردنتون عزیز به شما نیست تشکر میگیم. دوستانی عزیز یادرس میشویم که پادکاستی ما با دستگیری بنیادی فریدریخ ناومن و انستیتوت جمعیتی کشوده بنیادی مدد در تاجیکستان آماده شده است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.